أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحیم. با شما بخیر. ترجمه چیزا شروع میکنیم. الحمد و تمامی حمد و ثنا و صفت لله خاص برای الله سبحانه و تعالی است. رب العالمین که پروردگار عالمیان است. الرحمن به نهایت بخشاینده هست. الرحیم که به نهایت با رحم است. مالک صاحب یوم الدین روز قیامت است. ایاک خاص را یا الله نعبد و عبادت میکنیم. و ایاک و فقط از تو یا الله نستعین کمک میخواهیم. اهدنا هدایت کن ما را الصراط المستقیم براه راست. صراط الذین راه کسانی که انعمت انعام نموده ای علیهم بالایشان. غیر المغضوب علیهم نه کسانی که غضب شده از بالایشان ولا الضالین و نه هم گمراهان. اعوذ پناه میبرم بالله بر الله سبحانه و تعالی من الشیطان الرجیم از شر شیطان رانده شده. بسم الله که شروع میکنه به نام الله سبحانه و تعالی. الرحمن که بخشاینده است. الرحیم که نهایت با رحم است. الحمدلله تمام الحمد تمام حمد و ثنا و صفات لله خاص برای الله سبحانه و تعالی رب العالمین که رب تمام عالمیان است. الرحمن نهایت با رحم است یا بخشاینده است. الرحیم که نهایت با رحم است. مالک یوم الدین که مالک روز جزاست یا روز آخرت. ایاک نعبد و تنها او را میپرستیم و ایاک نستعین و تنها از او اطاعت میکنیم. خاص تو را نعبد و عبادت میکنیم و ایاک و خاص تو را نستعین از تو و ایاک و فقط از تو نستعین و کمک میخواهیم. اهدنا الصراط ما را هدایت کن ما را. یک کلمه بگو. اهدنا هدایت کن ما را صراط مستقیم راست. صراط الذین راه کسانی که انعمت انعام فرماییدی علیهم بالایشان. غیر مغضوب علیهم نه راه کسانی که غضب کردی بالایشان ولا الضالین و نه هم گمراهان. اعوذ پناه میبرم بالله به الله سبحانه و تعالی
من الشیطان از شر شیطان الرجیم رانده شده. بسم الله شروع میکنم به نام الله سبحانه و تعالی الرحمن که به نهایت بخشاینده است، الرحیم که به نهایت مهربان است. الحمد تمام حمد و ثنا و صفت لله خاص برای الله سبحانه و تعالی است. رب العالمین که پروردگار عالمیان است. الرحمن که به نهایت بخشاینده است، الرحیم که به نهایت مهربان است. مالک صاحب یوم الدین روز جزا است. ایاک خاص تو را نعبد و عبادت میکنیم و ایاک و خاص از تو نستعین و کمک میخواهیم. اهدنا هدایت کن ما را از صراط المستقیم راه راست. صراط الذین راه کسانی که انعمت علیهم انعام نمودی بالایشان، غیر المغضوب علیهم نه راه کسانی که غضب نمودی بالایشان، ولا الضالین و نه هم گمراهان. اعوذ پناه میبرم بالله به الله سبحانه و تعالی من الشیطان الرجیم از شر شیطان رانده شده. بسم الله شروع میکنم به نام الله سبحانه و تعالی الرحمن که بسیار بخشاینده است، الرحیم که بسیار مهربان است. الحمد تمام ثنا و ستایش است لله خاص برای الله سبحانه و تعالی است، رب العالمین که پروردگار عالمیان است. الرحمن که بسیار بخشاینده است، الرحیم و بسیار مهربان است. مالک یوم الدین که مالک روز جزا است. ایاک خاص تو را نعبد و عبادت میکنیم و ایاک و فقط از تو نستعین و کمک میخواهیم. اهدنا الصراط هدایت کن ما را صراط المستقیم به راه راست. صراط الذین راه کسانی که انعمت انعام نبودی علیهم بالایشان، غیر المغضوب نه در راه کسانی که غضب نمودی علیهم بالایشان، ولا الضالین و گمراهان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به الله سبحانه و تعالی از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام الله سبحانه و تعالی که به نهایت بخشاینده و مهربان است. الحمد تمام ثنا و ستایش لله خاص برای الله سبحانه و تعالی است، رب العالمین که رب عالمیان است. الرحمن که به نهایت بخشاینده است، الرحیم که به نهایت مهربان است. مالک یوم الدین مالک روز جزا است. ایاک خاص تو را نعبد و عبادت میکنیم و ایاک و خاص از تو نستعین و مدد میطلبیم. اهدنا هدایت کن ما را صراط بر راه مستقیم راست. صراط الذین راه آنان که انعمت نعمت دادی علیهم بالایشان، انعمت انعام نمودی علیهم بالایشان، غیر المغضوب نه راه کسانی که غضب نمودی علیهم بالایشان، ولا الضالین آمین و نه ولا الضالین و نه هم گمراهان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به الله سبحانه و تعالی از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام الله سبحانه و تعالی الرحمن که به نهایت بخشنده، الرحیم که به نهایت با رحم است. الحمد تمام ثنا و ستایش لله خاص برای تو است یا الله سبحانه و تعالی، رب العالمین که پروردگار عالمیان استی. الرحمن که به نهایت بخشاینده، الرحیم که به نهایت با رحم استی. مالک یوم الدین که صاحب روز جزا استی. ایاک خاص تو را نعبد و عبادت میکنم و ایاک و خاص از تو نستعین کمک میخواهم. اهدنا الصراط المستقیم هدایت کن ما را به راه مستقیم. صراط الذین راه کسانی که انعمت علیهم انعام نمودی بالایشان، غیر المغضوب علیهم نه بالای کسانی که غضب نمودی، ولا الضالین و نه هم گمراهان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به الله سبحانه و تعالی از شر شیطان رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام الله سبحانه و تعالی که به نهایت با رحم و بخشاینده است. الحمد و تمامی ثنا و صفت لله خاص است برای الله رب العالمین که پروردگار عالمیان است. الرحمن الرحیم که به نهایت بخشاینده و با رحم است. مالک یوم الدین مالک روز جزاست. ایاک خاص تو را نعبد و عبادت میکنیم و ایاک نستعین و خاص از تو کمک میخواهیم. اهدنا ما را هدایت کن صراط المستقیم بر راه راست. صراط الذین راه کسانی که انعمت بالای آنها انعام نموده ای، انعمت علیهم بالای آنها انعام نموده ای، غیر المغضوب نه راه کسانی که بالای آنها غضب کرده ای، ولا الضالین و نه گمراهان. اعوذ پناه میبرم بالله به الله سبحانه و تعالی من الشیطان الرجیم از شر شیطان رانده شده. بسم الله شروع میکنم به نام الله سبحانه و تعالی الرحمن که نهایت بخشاینده است، الرحیم که نهایت با رحم است.
الحمدلله است ثنا و صفت خاص برای الله سبحانه و تعالی رب العالمین که پروردگار عالمیان است، الرحمن که نهایت بخشنده است، الرحیم که نهایت با رحم است، مالک یوم الدین که است مالک روز جزا، ایاک خاص تو را نعبد عبادت میکنیم و ایاک و فقط از تو نستعین کمک میجوییم، اهدنا و هدایت کن ما را صراط المستقیم برای مستقیم، صراط الذین راه کسانی که انعمت علیهم انعام کرده ای آنها را، غیر المغضوب علیهم نه راه کسانی که غضب کرده ای آنها را، والضالین آمین و نه هم گمراهان. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما و شما بعد از اینکه سوره فاتحه را معنایش خواندیم، عالمیم سر وقتی که نماز میخوانیم مثلا سوره فاتحه چی معنا میده که ما و شما او را در هر رکعت نماز میخوانیم، تکرار میخوانیم. اولش است که ما و شما میگیم که الحمدلله رب العالمین. بعد از اینکه اعوذ بالله و بسم الله را خواندیم، حالا میگیم الحمد. اینجا الحمد که است به معنای تمامه، یعنی تمام حمد ثنا و صفت که هست چی است؟ لله، خاص برای الله هست. پس انسان مسلمان در نماز خود بر الله سبحانه و تعالی چی میکنه؟ تعهد میکنه که یا الله وقتی ما در نماز استاد شدیم و عبادت تو را میکنم، بمی ما اقرار دارم که حمد و ثنا و صفت که است خاص برای تو هست. ما دیگه زبان حمد مثل که سابق مردم ها با پادشاه ها حمد میگفتن و ثنا میگفتن و غلامی میکردن، برای خانه خود العیاذ بالله معبود خود قرار داده بودن، ملکا را پرستش میکردن، امپراتور پرستش میکردن، مثلا جنها را پرستش میکردن، دیگه حیوانات پرستش میکردن. باز هر کسی که پرستش میکردن اونا حمد و ثنا و صفت از رو میگفتن. ما مسلمان ها در نماز خود و همیشه امی عقیده ما است، برای الله میگیم که یا الله فقط حمد و ثنا و صفت تو را میگیم و حمد و ثنا و صفت که است خاص برای تو است. رب العالمین چرا حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست؟ به خاطر که الله رب العالمین است. رب کی را میگن؟ رب به معنای خالق است، خلق کننده. رب کی را میگن؟ کسی را میگن که رازق است، روزی دهنده. رب کی هست؟ کسی هست که شافی هست، شفا دهنده هست. رب کی هست که اون مالک متصرف است. اینمی تمام کائنات، زمین و آسمان و جنت و دوزخ و آخرت و کلش مالکش الله هست و ربش الله هست. الله رب تربیه کننده ما هست. ما را بعد از اینکه خلق کرد ما را تربیه کرد. تمام اعضای بدن ما و شما را در بدن ما چی کرد؟ پرورش داد. اگر اینمی تربیه الهی نمی بود برای ما نه دیده میتونستیم، نه شنیده میتونستیم، نه درس خوانده میتونستیم، نه عبادت کرده میتونستیم. پس او ذاتی هست که مالک ما هست، خالق ما هست، روزی دهنده ما هست، شفا دهنده ما هست. پس میگیم که یا الله حمد برای تو هست که تو رب ما هستی و تنها رب مانی رب العالمین هستی، رب جامدات هستی، رب مایعات هستی، رب غازات هستی، رب حیوانات و نباتات و تمام از اینا ربش تو هستی. بعد از این وقتی که نام الله یک نام الله، پس اینجا دو اسم از اسماء الله یاد گرفتیم. یکی الله هست. از این خاطر انسان مسلمان که است چون در قرآن لفظ الله آمده، ادب با الله همی است که ما خدا و خداوند و سختون یپا نگوییم، فقط چی بگوییم؟ الله را با مون نامش یاد کنیم که الله در کتابش گفته و رسولش را گفته صلی الله علیه و سلم، الله سبحانه و تعالی. و الله سبحانه و تعالی که است لفظ الله که است در تمام صفات الله جا بجا شده، یعنی تمام صفاتی که الله داره کلش در لفظ الله جمع شده. از این خاطر ما میگیم الحمد لله رب العالمین که گفتیم دوم نام از اسماء الله الحسنا چی است؟ رب است، ربنا و رب العالمین. پس رب هم یکی از اسماء و صفات است، یکی از نامهای الله است. سومی نام از نامهای الله که است الرحمن الرحیم است که الله سبحانه و تعالی بخشاینده هست و الله سبحانه و تعالی مهربان است. الرحمن یعنی بخشاینده تمام نعمت ها هست که نعمت هایش هیچ ختم نمیشه و قطع نمیشه. و رحیم و مهربان است. الله در ذاتش چی است؟ مهربان است.
همیشه مهربانیش بالای کی هست؟ برای بنده هایش است. از این خاطر وقتی که ما و شما میگیم الرحمن الرحیم، شاید یک نفر مسلمان بگه که والا ما خب بسیار از الله میترسم که او رب العالمین است، او خالق ما هست. پس اینجا برای انسان خوف پیدا میشه از چی؟ از عظمت الله. لکن وقتی که میخونه که الرحمن الرحیم، باز برش چی پیدا میشه؟ امید پیدا میشه به چی؟ به رحمت الله. پس ما در نماز وقتی که نماز میخونیم، عمد قلب ما ترس است از عذاب الهی، از عدالت الهی که اگر ما گناه کنم الله مرا مؤاخذه میکنه. ولیکن باز الرحمن الرحیم که خواندیم، باز امیدوار چی میباشیم؟ امیدوار رحمت الله میباشیم که او خالقی که رب العالمین هست، او خالقی که جهان خلق کرده و این خالقی که قهار است و جبروت داره و مالک است و پسان میخوانیم مالک یوم الدین است. لکن او ذات چی است؟ رحمان الرحیم است. از این خاطر بر بنده های خود مهربان است. ما از مهربانی و رحمت از او امیدوار میباشیم. پس قلب انسان در نماز در بین چی میباشه؟ همیشه قلب انسان مسلمان بین چی میباشه؟ خوف و بین رجا. خوف یعنی ترس از الله و رجا یعنی امید به رحمت الله سبحانه و تعالی. مالک یوم الدین، باز بعد از ما و شما میگیم در نماز میگیم که مالک یوم الدین، این مالک هم خوانده شده و ملک هم خوانده شده. مالک یوم الدین و ملک یوم الدین دو قرائت است. یعنی دو اسم از اسماء الله الحسنا، یکیش المالک است و دیگهش الملک. پس ما و شما در اینجا 5 نام از نامهای الله سبحانه و تعالی را در نماز خود ذکر کردیم. الله، رب، رحمان، رحیم، مالک و ملک. چند تا شد؟ 6 تا شد. تقریبا 6 نام از نامهای الله را در اینجا ذکر کردیم. و الله سبحانه و تعالی مالک یوم الدین، چون اول گفت رب العالمین است، یعنی پروردگار تمام مخلوقات است. مالک یوم الدین است، در روز قیامت که الله هست مالک است، یعنی کسی که تصرف روز قیامت به دست از او هست و کسی که او سلطه و قدرتش در روز قیامت است. از این خاطر الله سبحانه و تعالی در روز قیامت صدا میکنه لمن الملک اليوم. در دنیا که است بعضی از مالک های مجازی است، بعضی از ملک های مجازی است، پادشاه یا خود کلان میگیره یا چی میگیره. در روز قیامت این تمام مالکیت و ای که مالک چیز باشن یا ای که سلطه و قدرت داشته باشه کلش از بین میره. هیچ مالکیت مجازی هم برای کس نیست. فقط مالک یوم الدین کی است؟ الله. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. مخلوقات وقتی که الله میگه امروز مالکیت از کی است، کلگی خاموش هستن. پس خود الله میگه که لله الواحد القهار، برای الله هست که او واحد است، یگانه هست و قهار. انسان مسلمان وقتی که این صفات الله را میفهمه، پس قلب عزیز مسلمان چی میباشه؟ در بین چی میباشه؟ خوف و رجا. خب بعد از این انسان مسلمان وقتی که برای الله سبحانه و تعالی در مقابل الله استاد شد، برش گفت که یا الله. سعی که ما و شما که در نماز استاد هستیم، اول عظمت الله را ذکر میکنیم که الله حمد و ثنا و صفت برای تو هست. تو الله هستی، تو کسی هستی که ذاتت پرستش میشه و شریعت تطبیق میشه. تو رب العالمین هستی، پروردگار. تو رب ما هستی، ما بر ربوبیت تو که تو خالق ما هستی، تو مالک ما هستی، تو متصرف هستی، به این قناعت داریم. تو مالک روز قیامت هم هستی. یوم الدین روز قیامت هم میگه پروردگار، تو مالک روز قیامت هم هستی. جنت و دوزخ و حساب و میزان و تمامش به تو تعلق دارن. بعد از انسان مسلمان وقتی که تمام 6 نام از نامهای الله را گرفت، بعد از به الله میگه یک تعهد میکنه. چی تعهد میکنه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین.